اینایی که به شما میگن بریزین تو خیابون، خودشون تو پارتی‌های کریسمس دارن اشغال میکنن تو کانادا و انگلیس و آمریکا و همه جا. خب من خودم 2 تا دوست برنامه‌گذار دارم، حالا توهین به اینا نمیکنم، اینا بیزینساشونه، ولی یه دونه از ویدیوهاشون رو میذارم الان ببینید خودشون کجان که به شما میگن برید تو خیابون کشته شید زیر، حالا به قول خودشون، رگبار مامورا. به حرف اینا گوش نکنین، شما خودتون آگاهتر از همه چی هستین. اینایی هم که خارج از کشور میگن ما به شما آگاهی داریم میدیم، نمیخواد. مطمئن باش مردم ایران تو بدبختی خودشون دارن زندگی میکنن، خودشون آگاهتر از همه چی هن. اگه بخوان انقلاب کنن انقلاب میکنن، به آگاهی تو نیاز ندارن. آره داداش، تو دنبال نفرت از مسلمونایی چون کلیسایی شدی، عقده‌ای بازی داری در میاری، فقط میخوای مسلمونا رو بزنی. تو اگه دنبال این که به مردم حال بدی، کمک کنی، پول بفرست، هی مدام پول بفرست، بذار تو اینستاگرامت، منم میام فالوت میکنم، میگم دمتم گرم. اون میشه مردم داری، نه اینکه از راه دور بخواد یه عقده مسلمونا رو داری، هم مسلمونا بدت میاد چون رفتی کلیسا دوبار نشستی جو گرفتتت.